السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اپو خواهرایی که به فرزند هستین، از الله سبحانه و تعالی تمنا میکنیم که الله برای هر یک کدوم شما فرزندهای صالح و صالحه و سالم و سالمه را نصیب بگردانه. بهترین چیز روی دنیا انشاءالله که فرزند صالح است که بعد از مرگ ما و شما در حق ما دعا کنند، که چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، یعنی فرزند آدم هر وقت که از دنیا که بگذره تمام عملهاش بسته میشه به جز سه چیز. یکی از اونها این فرزند صالح است که در حق پدر مادر دعا کنند. با همون خاطر اپاها و خواهرانی که اکاها دادرانی که فرزند ندارین، از الله طلب کنین که خدایا برامون فرزندهای صالح و صالحه و سالم و سالمه نصیب گردان، که اونها همیشه با طاعت عبادت الله مشغول باشند، قاری قرآن شوند، خدمتگار دین مبین اسلام باشند. از الله طلب میکنیم که برای هر یک کدوم شما اینجا و مکان نصیب بگردانه و فرزندهای صالح و صالحه را نصیب کن بگردانه، که اونها همیشه با طاعت عبادت الله باشند، خدمت دین اسلام رو بکنند و خدمت پدر و مادر کنند در سن سال پیری که اونها محتاج به یاردن اونها باشند. از همتون خواهش دعا کنید که خداوند هر یک پدر مادر بر اینجا برسانه، هر یک زن فرزند بر اینجا نصیب بگردانه. از الله طلب میکنیم که خوشی های زندگی را برای هر یک کدوم شما نصیب گردانه. کدام که فرزند ندارین زیغ نشین، از الله طلب کنین. لا یرد القدر الا الدعاء، تقدیر را یگان چه تغییرات نمیده مگر که دعای صالح. دعا کنین، از الله طلب کنین، الله خودش تغییر میده هر چیزی که باشه. و اون خاطر از الله طلب میکنیم که براتون فرزندهای صالح و صالحه را نصیب بگردانه و سالم و سالمه را. انشاءالله که دعای ما نزد جو مکان هستیم که انشاءالله اجابت دعا هست. خداوند هر یک ما شما را نگهبان باشه، دعا را مستجاب بگردانه. در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.